سلام خدمت دوستان. امروز 3 بهمن 1403 هستش. هوا فوق العاده سرده. امروز اومدیم برای صبحانمون یه چیزی بخوریم. قبلش بگم که من عاشق شیرینی ام، یعنی هر چیزی که با شیرینی سر کار داشته باشه من عاشقشم. کلوچه، حلوا شکری، بیسکویت، خلاصه هر چی که با شیرینی در ارتباط باشه. امروز یکی از دوستان لطف کردن به من گفتش که آقا اینقدر شیرینی نخور برات بده. گفتم چیکار کنم؟ گفت یه قهوه تلخ بخور. گفتیم باش. حالا یه بارم میخوام این قهوه تلخ رو بخورم. یه دونه از این علی کافه ها امتحانش کنیم ببینیم چی میشه. خدایا بسم الله الرحمن الرحیم. الهی نظرت بر نگردد. یا ابوالفضل، منم که تا حالا تلخی نخوردم. اول بذار یه خود بوش کنم. وای 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 وای. حالا بخوریم این چی هست. بفهم. اوف. خیلی تلخ بابا. به سختی از گلوم میره پایین. چجوری بعضی اینو نوش جان میکنن؟ حالا میگه یه هفته امتحان بکنی دیگه به تعادل میرسه. من روز اولشم موندم. بابا شیطونی میگه قند بردارم. نمیشه. قول دادم تا یه هفته. وای 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 وای. یه خود قدم بزنم زودتر برو پایین. کی تمام میشه؟ اوه نصفم نشده هنوز. یا فاطمه زهرا. خدا این آخرین قول بده. شرمنده واقعا نمیشه. بوم.
جلسه اولم تموم شد با موفقیت.